خب من داشتم فکر میکردم که مگه میشه یه کانال راجع به استارتاپ ها و تکنولوژی بسازیم ولی از اپل صحبت نکنیم و با اون شروعش نکنیم. ولی چرا اپل؟ چون که به نظر من یکی از برندهایی بود که نوع تفاوتشون نسبت به چیزی که دارن میسازن اونا رو بولد کرد. فقط با شانس و اینا هم بالا نیومدن، بلکه یه ذهن استارتاپی واقعی پشتشون بود. بریم داستانشون رو بشنویم ببینیم از کجا شروع شد. همه چی برمیگرده به سال 1976. سه تا جوان بودن، استیو وازنیاک، استیو جابز و رونالد ریگن. کاراکتراشون هم لزوما شبیه هم نبود. استیو وازنیاک یه آدم فوق‌العاده فنی خفن بود، ولی از اون ور استیو جابز آدم اهل ارتباطات و روایتگری و فروش و آدم این مدلی بود. خلاصه اتفاقی که افتاد چی بود؟ اینا میان توی همون گاراژشون اپل وان که یه بورد کامپیوتری ساده بود که نه موس داشت نه کیبورد رو میسازن. ولی استیو جابز یه چیزی اون موقع میدونست، اینکه فقط من محصول رو بسازم که جواب نمیده، باید یه داستانی پشتش باشه. از همونجا هم اتفاقا به نظر من تفاوتش شکل گرفت از بقیه. اونو برداشت یه خوشگل مشکلش کرد، گذاشت توی یه جعبه چوبی و روش نذاشت اپل کامپیوتر، یه بسته‌بندی شکیل توی بازاری که همه فقط یه چیپ ساده داشتن میفروختن. ولی خب جاب ذهنیتش این بود که ما داریم تجربه میفروشیم. این به نظر من خیلی نکته جالبیه. اینو برد دونه به دونه، خونه به خونه، پیش آدمایی که از تکنولوژی اصلا بدشون میومد. اینجوری بود که اینو میبینی آقا این میتونه یه بخشی از زندگی تو باشه، این میتونه زندگی تو رو بهتر کنه. و اینجوری خلاصه یه ذره با داستان روایت ها و اون پکیجینگ که داشت تونست کارشو جلو ببره. بعد در کنار اینها استیو جابز تونست یکی از مغازه‌های معروف اون موقع به اسم بایت شاپ رو متقاعد کنه که 50 تا از این چیپ ازش بخرن. ولی خب یه مشکل اصلی وجود داشت، این بود که آقا اینا پول نداشتن که اون اول کار. پس چیکار کردن؟ استیو جابز رفت ماشینشو فروخت، وازنیاک هم رفت ماشین حساب اچ‌پیشو فروخت و خلاصه یه بودجه اولیه اینجوری جور کردن و تونستن اولین خط تولید اپل رو بسازن. ولی کلا دقت کنیم کارشون جالب بود دیگه. قبل از اینکه اصلا محصول رو داشته باشن تونسته بودن که 50 تا اوردر ثبت کنن و یه جورایی انگاری اولین نمونه پیش فروش توی استارتاپ ها رو اینا رو انداختن. بعد این داستان دیدن که اپل وان جواب داد، گفتن بریم سراغ اپل 2 بسازیمش و اونجا بود که جادوی استیو جابز شروع شد. اپل 2 یا اپل 2 اولین کامپیوتری بود که آقا یه ذره شکیل‌تر بود، کیس داشت، مانیتور داشت، اصلا این چیز خیلی خفنی بود واسه اون موقع، ظاهر داشت. و اصلا فلسفه استیو جابز هم چی بود؟ این بود که آقا کامپیوتر باید یه وسیله خونگی باشه، چیه که مثل ابزار جنگی یا مثلا فقط مخصوص ارتش و اینا، این چیزی باید باشه که آقا کامل دست مردم بشه. و اینم جالب بود دیگه، اون زمانی که همه دنبال سرعت و دقت و اینجور چیزا بودن، استیو جابز دنبال احساس بود، دنبال ارتباط بود. و خب نتیجه چی شد؟ آقا اپل 2 ترکوند، فروشش رفت بالا، سرمایه‌گذارا پا شدن اومدن و خلاصه همین جور داستانا. و یه نفر به اسم اگه اشتباه نکنم مارک مارکولا، بذار اسمش هم درست بخونم، مایک مارکولا، اومد و گفتش که آقا من کمکتون میکنم شما شرکت خفن بشین. و اون بود که اصلا اولین پلن مارکتینگ اپل رو براشون نوشت و گفتش هم باید روی 3 تا چیز تمرکز کنید: محصول با کیفیت، تصویر قوی و مشتری وفادار. یعنی این سه تا رو کرد اصلی اپل. و از همون موقع هم این شعار think differentی که الان داریم میبینیم شکل گرفت. اصلا من جالبش چی بود؟ جابز از همون موقع روی بسته‌بندی مثلا وسواس داشت. اینجوری بود که آقا مشتری که محصول رو وا میکنه باید حس کنه چیز خاص رو وا کرده و اصلا این یه تفاوت خیلی جالبی براشون ایجاد کرد در مقایسه با بقیه. و توی دنیایی که اصلا هیچکی به همچین چیزایی فکر نمی‌کرد، برندینگ مدرن رو شروع کرد ابداع کردن. ولی خب رشد سریع اختلاف هم میاره دیگه. جابز با همه این خلاقیتش یادم به شدت کنترلگر میکرومنیجی مثلا اینجوری بود و تیم فنی هم ازش خسته شده بود. یه پروژه هم داشتن به نام اپل لیزا، اونم شکست خورده بود و خب دلیلش این بود که هم گرون بود هم بازار هدفش معلوم نبود. و خب از اون شکست چیز خوب یاد گرفتن، اینکه آقا اگه تو بهترین محصول هم بسازی ولی جامعه هدفش مشخص نباشه و نتونه آدم مناسبش رو پیدا کنه، خب نمیفروشه، اصلا به کار نمیاد. بعد اون رفتن سراغ یه پروژه خیلی جالب به اسم مکینتاش که احتمالاً اسمشو خیلی شنیدید و یه شعار جالب هم داشتن که آقا کامپیوتر برای بقیه ما. و یه تبلیغ معروف هم سال 1984 توی سوپربال دادن و تبلیغ هم این بود که اپل داره جهانو از دست بیگ برادر یا همون آی بی ام نجات میده و اپل از اون موقع رسما از یه شرکت تکنولوژی تبدیل شد به یه فرهنگ. اما بعد از این داستان دیگه اختلافا بین جابز و هیئت مدیره و همه اینا هم زیاد شد. اونا دنبال یه شرکت قابل پیش بینی و پایدار بودن، اما جابز همش دنبال چیزای انقلابی بود. آخرش هم نتیجهش این شد که سال 1985 استیو جابز از شرکتی که خودش به اینجا رسونده بودش اخراج شد و از اون موقع هم اپل یه ذره اصلا رفت سمت
ساختن محصولات بی هدف، مکینتاش پورتابل و نیوتن و پاور بوک و اصلا این سری چیزایی که احتمالاً اسمش هم اینجوریمون نشین. ولی خب هیچ کدوم از اون آدما اون خلاقیت و روحیه استیو جابز که نداشتن. خب نتیجهش چی شد؟ اینکه اپل یه ذره همچین سرد شد، از اون رشدش افتاد، اصلا مردم ازش در سرد شدن، رشدش افت کرد اصلا. ولی خب استیو جابز رفت تو این مدت چیکار کرد؟ رفت یه استارتاپی رو ساخت به نام نکست. با اینکه اونقدر خیلی موفق نشد، ولی اون سیستم عامل شد یه چیزی که الان پایه مک‌اوس‌های امروزیه. بعدش هم رفت پیکسار رو خرید و انیمیشن معروف توی استوری که هممون میشناسیم و اصلا درست کرد و اصلا یه چیز جدید عجیب خیلی خفنی بود اون انیمیشن. منم که شخصا خیلی باش خاطره دارم. و اون موقع وقتی اپل وضعش خراب شده بود، رفت این شرکت نکست رو خرید که از نرم افزارش استفاده کنه. ولی اصلا نمیدونستن که دارن استیو جابز رو برمیگردونن. و اونجا بود که استیو جابز دیگه برگشت و اون انرژی دیوونه کننده خودش رو به اپل برگردون. و یه جمله معروف هم اون موقع میگه که ما اینجا نیستیم برای پول درآوردن، بلکه برای اینکه دنیا رو تغییر بدیم. و دیگه اصلا از بعد اومدن استیو جابز اپل یه جور دیگه ای شد. اون طراح معروفش جانی آیو رو هم آورد و شروع کردن یه عالمه محصول خفن دادن بیرون. اول آیمک اومد و بعدش آیپاد و بعدش هم اون سخنرانی معروفی که آیفون دادن بیرون و یادتونه جابز چجوری معرفی کرد آیفون رو دیگه؟ گفتش که ما امروز 3 تا محصول جدید داریم، یه تلفن، یه گوشی و یه دستگاه اینترنتی. همه این 3 تا رو ترکیب میکنیم و آیفون. و از اونجا بود که دیگه دنیا عوض شد و به قول این گوینده ها the rest is history. از اونجا بعد دیگه موبایل یه وسیله مثلا صرفا برای تلفن زدن نبود دیگه، شد یه چیزی که دست همه مردم و یه تجربه بود واقعا. اپل اونجا اینو یاد داد که طراحی یعنی حذف چیزای اضافی، لزوما نه اینکه همیشه چیزی رو اضافه کنی و اد کنی و اینا. بعد این مدت هم دیگه استیو جابز مرد و همه فکر کردن که دیگه آقا کار اپل تموم. ولی خب تیم کوک اومد و اونم به نظر من کارهای جالبی کرد. اپل رو از اینکه صرفا یه شرکت سخت افزاری کنه، یه اکوسیستم کامل درست کرد از اپل، مثل آی واچ و آیمک و خود آیفون و اصلا سرویس‌های مختلف اپل. همه اینا رو به هم وصل کرد، درآمدش رو چند برابر کرد، سرویس‌های مختلف فروخت و اینا. و دیگه همینجوری اومدن جلو. الان که با چیزایی مثل ویژن پرو، حرکتایی که با ای آی دارن توی گوشی‌ها همه چیشون میزنن، به نظرم اپل داره یه مسیر خیلی خفن رو میره که خب آینده رو انگاری واسه تعریف کنه. خیلی جالبه به نظر من که آقا همون شرکتی که از یک گاراژ ساده شروع کرد واقعا داره برای ما مسیر میشینه برای آینده و دنیا رو گرفته. و الان دیگه هر کسی که انگاری میخواد یک، حالا جدای اون ادا و هر چیزی که ما تو ایران بهش دقت میکنیم، واقعا یک حس متفاوت با آدم القا میکنه که آقا تو وقتی میخوای یه چیز تکنولوژی بخری، اپل داری استفاده میکنی. خلاصه که داستان اپل برای من یه داستان ساده نیست، بیشتر درباره انگاری ذهنیته. استیو جابز آدمی بود که باور داشت میتونست دنیا رو تغییر بده و اتفاقا یه جمله جالب هم داره، اونایی که همونقدر دیوونن که فکر میکنن دنیا رو میتونن تغییر بدن، دقیقاً همونایی که دنیا رو تغییر میدن. و یه جورایی شاید هم راست هم میگه دیگه. یعنی اگه واقعا همون موقع، همون روزای اول آدم لجبازی نبود که آقا من گفت اینو دوست ندارم، احتمالاً الان اپل و آیفون و آیواش و 100 تا چیز دیگه که امروز ما داریم میشناسیم هیچ وقت به وجود نمیاد. شاید اصلا گوشی موبایل به این صورتی که ما میشناسیم به وجود نمیاد. خلاصه که به نظر من بزرگترین درسی که از جابز میشه گرفت اینه که یه جورایی کارآفرینی و استارتاپ و اینا حد زیادش میشه این که آقا من دوست دارم دنیا رو جور دیگه ای ببینم. این به نظر من خیلی الهام بخشه. دمتون گرم که تا اینجا بودید. داستان اپل واقعا جز اون داستاناییه که تو هر چقدر بشنوی آموزندگی داره، حداقل در من که آموزندگی داشت. امیدوارم که کانال ساب کنید و لایک هم یادتون نره. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خیلی مخلصم.